دوستان سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. تو این ویدیو رفتم سراغ سوالات مشتق کنکور دیمای 401. یه سوال تو کنکور تجربی دادم و یه سوال تو کنکور ریاضی. اول سوال کنکور تجربی براتون حل میکنم و بعد در خدمتتون هستم با سوال کنکور رشته ریاضی. بریم ببینیم چی دادن. سوال تکراریه، یعنی ایده جدیدی تو کنکور نیست، از این ایده قبلا سوال دادن. خط D بر نمودار تابع F مماس است. وقتی اسم کلمه مماس رو شنیدین باید دو تا چیز برداشت کنیم، هم مقدار تابع در اون دو نقطه برابره، هم مقدار مشتقشون. یعنی چی؟ یعنی اول -1 میندازم تو F -1 میشه 5 و چون خط D بر F مماسه، مشتق F و مشتق D با هم برابرن. مشتق میشه همون شیب دیگه، پس مشتق D همون -1 دومه، مشتق F هم که F پریمه، یعنی F پریم -1 چون تو نقطه -1 مماسن چند میشه؟ برابر شیب D میشه. شیب D هم همون مشتقشه که میشه -1 دوم. پس هر وقت مماس شنیدیم هم مقدار هم مشتقا باید با هم برابر باشه. مقدار G پریم -1 رو میخواد. G پریم خودش از ضرب دو تابع است. مشتق ضرب رو با هم میگیریم، یعنی من اگه از G پریم بخوام مشتق بگیرم، مشتق اولی که X اینو توانی مینویسم اینطوری، میشه X به توان 1/3. 1/3 رو میندازم پشتش، خودش رو با توان یکی کمتر -2/3 ضرب در مشتق پایه 1. اینا همه‌شون مشتق اولی در ساده دومی که همون fx به علاوه چون مشتق ضرب دارن میگیرم این سری مشتق دومی مشتق f میشه f پریم. بهتون باشه مشتق f 1 نیست، اون مشتق x که 1. پس مشتق f میشه f پریم ضرب در ساده دومی فرجسته x. خب مشتق تو نقطه -1 میخواد، به جای x ها میذارم -1. این میشه g پریم -1 1/3 ضرب داره. این یادتون باشه اول باید توان مثبت شه، میشه 1 به روی x به توان 2/3، یعنی -1 به توان 2/3 ضرب در 1 ضرب داره. اینم که به جاش مینویسم f -1 یه به علاوه، چون اول باید این سمت حساب کنم تهش جمع کنم، من این روش دایره میکشم که حواسا جمع باشه. آقا این میشه f پریم -1 که اینجا داشتیم -1 دوم ضرب در فرجه 3 -1. بریم خوشگل ترش کنیم. این که 1/3 اینم میشه 1 به روی فرجه 3 -1 به توان 2 که -1 به توان 2 1 میشه، فرجه 3 1 هم میشه 1 ضرب در f -1 هم که از صورت سوال داشتیم 5 به علاوه -1 دوم ضرب در فرجه 3 -1 هم میشه -1. 1/3 ضرب در 5 میشه 5/3 به علاوه 1 دوم ضرب در -1 میشه 1 دوم. یه مخرج مشترک 6 میگیرم، این میشه 10، اینم میشه 3 که میشه 13 ششم و گزینه 4. اما بریم سراغ سوال کنکور ریاضی دیماه 401 و بریم ببینیم تو مشتق اون سوال چی بوده. به ازای کدام مقدار آ اختلاف شیب نیم خطهای مماس چپ و راست بر این منحنی در نقطه 3/4 میشه 2 رادیکال 6. خب اختلاف شیب رو میخواد، من باید ببینم تو 3/4 بیشتر و 3/4 کمتر مقدار قدر مطلق چیه. خوشبختانه 3/4 ریشه داخل قدره، پس اگه 3/4 بیشتر بخواد قدرم با مثبت میاد بیرون، یعنی fx میشه 4x منهای 3 در رادیکال ax. و اگه 3/4 کمتر بخواد fx هم میشه با منفی میاد بیرون دیگه،
منفی 4x منهای 3 در رادیکال آیکس. این تازه تابع بدون قدر مطلق شد. اختلاف شیب ها رو میخواد، یعنی مشتق راست منهای مشتق چپ یا برعکسش. مشتق رو تو چه نقطه‌ای میخواد 3/4. نگاه کنید، من اگه 3/4 بندازم اینجا 0 میشه. پس این مشتق عامل صفر شونده است. مشتق عامل صفر شونده یعنی چی؟ یعنی از اون چیزی که 0 میشه مشتق بگیر، به بقیه عدد بده. به همین راحتی. یعنی اینجا فقط کافیه از این عبارت من مشتق بگیرم. پس f' مثبت x هم یعنی مشتق راستم، از این مشتق بگیرم 4x منهای 3 میشه 4. کافی به اون یکی فقط عدد بدم. عدد چنده؟ تو نقطه 3/4 میخواد دیگه، 3/4 آ. و مشتق چپ هم میشه از این مشتق میگیرم 4 یه منفی پشتش دارم، منفی 4 رادیکال 3/4 آ. اختلاف این دوتا باید بشه 2 رادیکال 6. خب 4 منهای 4 میشه 8 ضرب در رادیکال 3/4 آ میشه 2 رادیکال 6. سادش کنیم این میشه 4 مرتبه، چون رادیکال دارم طرفین به توان 2 میرسونم، میشه 16 ضرب در 3/4 آ میشه رادیکال خود 6 دیگه، به توان 2 رسوندیم 6. این 4 با 16 میره میشه 4، این 3 با 6 میره میشه 2. پس 4 شد 2، از اینجا به دست میاد 1/2 و میشه گزینه 3. به همین راحتی.